سلام بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه یک موضوع و چند نگاه. دوستان عزیز و بینندگان محترم، چنانه که شما خبر دارید، حدود یک روز بعد در کشورمان تاجیکستان انتخابات نوبتی رئیس جمهوری برگزار خواهد شد و اطراف این چاره‌بینی سیاسی خیلی سخنهای زیاد است. کسانی که طرفدار حکومتند یعنی دعوا دارند که این انتخابات به طور شفاف برگزار خواهد شد، اما منتقدان حکومت و حکومت تاجیکستان البته میگویند که این انتخابات غیر قانونی هست و مثل انتخابات های گذشته غیر شفاف برگزار خواهد شد و حتی پیش بینی میکنند که رئیس جمهوری آینده کی هست. بنابراین در این برنامه ما دعوت کردیم از دو کارشناس که در خدمت آنها هستیم و با یک چند سوال به آنها مراجعت میکنیم. خوب، در مهمان ما در اینجا حضور دارند علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان از پایتخت لهستان شهر ورشو و همچنین مهمان دیگری ما شهرت قدرتوف، حامی حقوق تاجیکی فعلا در فدراسیون روسیه قرار دارند. من اولا مهمانان عزیز را به این برنامه خوش آمدید میگویم و امیدواریم که در رفت برنامه از فکر و نظرهای ایشان مردم کشورمان استفاده ببرند. خب، من در همین اول میخواهم به علیم شیرزمانوف بپرسم، از علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان، که شما با توجه به تجربه که در انتخابات های گذشته داشتید، هم فعال سیاسی بودید در حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و همچنین یعنی نامزد بودید، خیلی که گفتم، بگویید که یعنی به نظر شما فرق انتخاباتی که در پیش رو هست با انتخابات های گذشته به نظر شما در چی است؟ مرحمت خیلی. خب، خیلی که شما قید کردید، انتخابات در تاجیکستان از ابتدای سال 94 به این سو یگان انتخابات همچون انتخابات نگذشته است و این انتخابات از پرزیدنتی ماست. از انتخابات های قبلی پرزیدنتی یک کمی در آن فرق میکند که بعد استقرار صلح، بعد سال 1999 که تمام احزاب سیاسی محکم شده در تاجیکستان از نو ثبت نام شدند و از جمله حزب ما، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، هم بعد امضای سازشنامه صلح ثبت نام شد. نسبتاً یک فضای سیاسی در انتخابات ها احساس می شد، گرچنده که نوابسته از شرکت فعال ما، نوابسته از آن که آوازهای زیاد کسب می کردیم و از این آوازها دفاع کردن نتوانستیم، لیکن یک فضای به انتخابات کمی شباهت داشته وجود داشت. ولی بعد از رانده شدن حزب نهضت اسلام از تاجیکستان و دیگر اینستیتوت های جامعه شهروندی، امروز علیه انتخابات در تاجیکستان ممکن است گفتن که کلا از بین رفته است. نمیتونیم. تشکر علیم شیرزمانوف. حالا من همین سوال را اگر تکرار شود بار دیگر تکرار میکنم و از جناب شهرت قدرت میخواهم که نظر شما چی است. واقعا شما هم مثل اکای علیم در تاجیکستان یعنی فعالیت کردید در حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و فعال سیاسی بودید و همچنین نامزد در انتخابات های گذشته بودید و خلاصه فعال بودید. نظر شما چی است؟ آیا فرق دارد انتخاباتی یعنی در پیش رو نسبت به انتخابات های گذشته؟ بله، انتخاباتی در پیش شده، یعنی اون انتخاباتی که 11 اکتبر سال جاری برگزار می‌گردد، از انتخابات قبلی
کلان فرق میکنند. انتخابات قبلی که سال 2013 2006 و از این پیش گذشته بودند، این انتخابات ها هر چطوری که گذشته باشند آنها در دایره قانون، در دایره سرقانون جمهوری تاجیکستان گذشته بودند. ما حالا اویدی تقلبکاری و مثال محدود نمودن اشتراک مخالفین در این انتخابات سخن نمیرونیم. فقط میگیم که انتخاباتی که بعد از 2 روز یا 3 روز برگزار میگردد، این انتخابات از اون انتخابات در اون فرق میکند که انتخابات پرزیدنتی سال 2020 برخلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان و قانون کنسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان میگذرد. برای چطور که ما پیش در این مورد بسیار گفتیم، قید کردیم، انتخابات یک ماه پیش از مهلت به انجام رسیدن مهلت پرزیدنتی تعیین کرده شده است که این برخلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان میباشد، چون که مهلت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را سرقانون جمهوری تاجیکستان معین کرده است و اون 7 سال رو در بر میگیرد و یک ماه پیشتر گذراندن از مهلت به انجام رسیدن وکالت‌های پرزیدنت این علاقه برخلاف طلبات سرقانون جمهوری تاجیکستان میباشد. فرق اساسی این انتخابات از انتخابات قبلی در آن میباشد که این انتخابات برخلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان میگذرد. هرچند که ما که در سرقانون خود دولت را همچون دولت حقوق بنیاد اعتراف کردیم، ولایت قانون باید در مد اول باشد. هر چورابینی که ما نگذاریم، چورابینی سیاسی یا کدام چورابینی فرهنگی نباشد، اون باید در دایره قانون و نه برخلاف قانون بلکه با رعایت نمودن طلبات قانون برگزار گردد. چون که این معرکه انتخابات یکی از معرکه‌های مهم سیاسی جمهوری تاجیکستان باشد که در 7 سال یک بار گذرانیده می شود و در این معرکه گویم که راهبر دولت را ما انتخاب میکنیم و این گونه معرکه در مد اول باید در دایره قانون، در دایره گویم که قانون و سرقانون جمهوری تاجیکستان گذرانیده شود. دوم فرق در آن باشد که کمیسیای مرکزی انتخاباتی رایپرسی در انتخابات قبلی گویم که در کمیسیا اعضایان همه حزب نشان داده شده بودند، نه که در سال 2020 وقتی با قانون تغییرات الوا وارد کردند و اعضایان کمیسیا در اساس به حزبی تشکیل کردند، این پورا بر خلاف گویم که طلبات قانون میباشد. چون که با این هم نگاه نکرده باز اعضایان کمیسیا رو در اساس گویم که به حزبی تشکیل کرده باشند، هم قریب که گویم که همه اعضایان کمیسیای مرکزی نمایندگان حزب خلقی دموکراتی یعنی حزب حاکم باشند و در این حالت وقتی کمیسیای مرکزی انتخاباتی تشکیل کننده گویم که انتخابات میباشد و این انتخابات رو میگذراند، ما میتونیم با پورکی گفت که از طرف کمیسیا به غرضی علاقه از دست داده شده است و آنها کوشش میکنند که در مد اول منفعت حزب حاکم رو یکی نامزدی که از حزب حاکم پیشبری شده است در مد اول حمایت نمایند. ما در این انتخابات اویدی تقلبکاری گپ نمیزنیم. در انتخابات قبلی هرچند که چهل که اونها نگذاشته باشند، مخالفین حزبای مخالف با مانند حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلام در آنها اشتراک میکردند. هرچند که اونها نامزد خود رو نمیتونستن بقای گیرند، اما در خودی پیشبری کردن نامزدها در جمع نمودن امضاها آنها فعال بودند و کار میکردند. در این انتخابات 2020 چطور که ما میبینیم یگان آن حزبایی که نامزدایی که از حزب پیشبری شدند یگان اونها خود رو همچون مخالف اعتراف نکردند و عموما در جمهوری تاجیکستان نازل بگیم که در شهرهای و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان یگان گویم که دیدن نمیشود که روزهای نزدیک انتخابات پرزیدنتی برگزار میگردد، یعنی همه خف و خاموش است. مردم اقلا نمیدونند که روزهای نزدیک در جمهوری تاجیکستان انتخاب میگردد. فضای انتخاباتی در جمهوری تاجیکستان مهیا کردن نشده است. تشکر شورا جان، واقعا خیلی که گفتید فضای تاجیکستان واقعا آرام است، اما برخلاف تاجیکستان ما خیلی که ببینیم در همسایه کشورهای ما و کشورهای سابق شوروی بخصوص بلاروسیا و قرقیزستان
مخصوص بلاروسیه که بیشتر از یک ماه شد مردم به خیابان ها ریختند و یعنی از نتیجه انتخابات بلاروس ناراضی هستند و شما هم از این وضعیت اطلاع دارید. از طرف دیگر همسایه نزدیک ما قرقیزستان واقعا مردم خیلی که دیدیم در حدود چند ساعت اگر بگوییم که اگر انقلاب هم بگوییم خطا نمیکنه و زودترین انقلاب و حتی رئیس جمهور را وادار به استعفا کردن، حتی سروزیر هم استعفا داد. یعنی من در اینجا میخوام سوال بدهم که تفاوت در چی هست؟ یعنی چی تفاوت بین ملت تاجیک و قرقیزها بلاروسها وجود دارد که تا امروز با کمترین تلفات فعالیت خود را ادامه میدهند، تظاهرات انجام داده ایستادند و حتی قرقیزها هم تا اندازه موفق شدند؟ آیا در اینجا مشکل در چی است؟ در ملت است یا که در حکومت ها؟ در اینجا میخوام اول نظر اکای علیم رو بشنویم، بعد نوبت رو به شورا جان. خب ببینید، در این دو کشور رو که مثال زدید، در این کشورها حداقل مفهوم انتخابات تا اون حد بدنام نشده، تا اون حد مردم ناکام از انتخابات ها نشدن. البته که گرچند در جمهوری بلاروس تا همین سالها یک رنگ تاجیکستان یک نفر سر قدرت است و یک حزب سر قدرت است، نوابسته از این در هر انتخابات ها همین لوکاشنکا واقعا آواز مردم را میگیرید و ضرورت نبود برای او برای تقلب زیادتی. و در این انتخابات هم آمدند و اجازت دادند. خیلی شد که در جمهوری بلاروس نامزدهایی که مورد نظر مقامات نبودند راه یافتند به انتخابات. یعنی قانونهای انتخاباتی این کشور هنوز اجازت شرکت در انتخابات ها را میداد و واقعا هم اون تقلبی که در انتخابات های ما است، یعنی فرق نیست همون بولتین های موجوده در همون قطعه انتخاباتی با کی پرتافته میشوند، بولتین ها باز در اتاق دیگر چقدر در کار باشد محفوظ هستند و میتوانند تمام بولتین ها رو در یک دفعه عوض کنند. یعنی در تاجیکستان انتخابات تا حد بدنام شده است که مردم با انتخابات از ابتدا باور ندارن و امروز بسیار برادران میگن که ما باید در انتخابات ها شرکت کنیم، ما باید یک نمود مردم رو فعال کنیم که در انتخابات شرکت کند و در نتیجه تقلب رنگ دیگر ملت ها به پا خیزد. متاسفانه در ما این غیر امکان است. در جمهوری قرقیزستان و در جمهوری بلاروس خب مردم آواز داد، واقعا آواز داد، مردم خودش احساس کرد که چقدر آوازش را تقلب کرد، چقدر آوازش دزدیده شد، چون او شرکت کرد و اما مقدار بولتین هایی که در آنجا هست اون مقدار حمایت دارد. همون مقدار بولتین ها اونا نمیتوانند رنگ تاجیکستان یک مقدار دیگر همون مقدار دیگر بولتین رو از چوبخانه بیارند و باز اون رو خط زده پرتند. این یک است. و دویم سببی که در تاجیکستان بعد سال 91 شده در تاجیکستان خیزش مردمی بود در سابق شوروی و یگانه سببی که یکی از سبب ها اگر جنگ شهروندی باشد، باور کنید 30 سال کفایه هست که اون جوانای به وای رسند که اونها را با جنگ ترسوندن ممکن نیست. لیکن ما یک بدبختی داریم. در سال 92 پایتخت کشور ما از ساکنان اصلی خود محروم شد. یعنی دوشنبگی ما نداره، پایتختی ما نداره. و ببینید در قزاقستان هم که پایتخت رو از الماتا به استانه بردن، در اونجا هم علاقه استانه اون چیز اعتراضی رو نخواهد داشت، اون روحیه اعتراضی رو نخواهد داشت که پایتخت سابق داشت.
یعنی اگر نظربایف در الماتا باقی میموند شاید 5 سال 7 سال یا 10 سال پیش در آنجا هم یک خیزش میشد. همین خیلی دیگر متاسفانه پایتخت ما از ساکنانی از 70 بلکه 80% ساکنی خود محروم شده بود و این روز اون نفرانی که در دوشنبه جان شدن با کمال احترام به همهشون آنها خود رو یکم دوشنبگی است نمیکنن، دویم پایتختی احساس نمیکنن. آنها رنگی دیگر شهروندان تاجیکستان که هر سال به مهاجرت مهنتی میروند اونها هم طول 30 سال به گفت مردم ها بالای جمدانشون ششتند، یعنی اونها خود رو دوشنبگی احساس نمیکنن و یکی از سبب های اساسی که در تاجیکستان خیزش مردمی دیر به وقوع آمد این یکی از سبب ها باشید کلیم. میگذاریم به شهره جان. لازم است سوال را یک بار تکرار کنم یا که مرحمت. از این دو جمهوری که شما آن را مثال آوردید، جمهوری بلاروس و جمهوری قرقیزستان، عموما جمهوری بلاروس رو ما با جمهوری تاجیکستان قیاس کردن نمیتونیم. این هر جاش بگیم که با هم دیگر مانند میباشند. هرچند که بلاروس هم جمهوری باشد، ساخت پرزیدنتی باشد، در آن هم مثل جمهوری تاجیکستان بگیم که یگان انتخابات شفاف و آزاد نمیگذارد. در انتخابات ها بگیم که از نامزدهای مخالف برای اشتراک کردن در انتخابات راه دادن نمی شود. در انتخابات تقلبکاری زیاد می شود و برای همین در خود جمهوری بلاروس هم که یگان واسطه اخباری که مستقل نیست و این نامزدایی که از طرف مخالف در انتخابات اشتراک میکنند با آنها با واسطه اخبار ما و دیگر راه دادن نمی شود و همین گونه با تاجیکستان گویم که مانند است می باشد. یک شخص پرزیدنت زیاده از 25 سال رهبر دولت می باشد. این سبب آن می باشد که دولت جمهوری هم مثل دولت تاجیکستان دولت افطاریتری که آهسته آهسته با دولت دیکتاتوری مبادل شده است مانند می باشند. فرق در آن می باشد هم جمهوری بلاروس و هم جمهوری قرقیزستان از تاجیکستان فرق اساسی در آن می باشد که در این دو جمهوری جامعه شهروندی که فعال می باشند، جامعه شهروندی فعال می باشند و آنها این جامعه کوشش می‌کنند که در انتخابات وقتی که آنها انتخابات هم می‌گذرانند و می‌بینند که در انتخابات تقلبکاری راه داده شده است آنها با میدان بارنده آواز داده خود را حمایت می‌کنند و برای همین در مد اول وقت در هر دولتی که جامعه شهروندی فعال و زنده میباشد ما میتوانیم گفت که در این دولت هر لحظه میتواند تغییرات و ایلوه ها بگیم که در ساخت دولتداری جای داشته باشد. در جمهوری تاجیکستان ما اگر با این دولت ها قیاس کنیم جامعه شهروندی عموما وجود ندارد. یگان فعال جامعه شهروندی اگر صدا بلند کند از طرفهای مقامات دولتی نسبت به فشار آورده می شود تا او دیگر صدا بلند نکند. حزب‌های سیاسی ما هم یگان حزب‌های سیاسی مستقل بغیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان دیگر همه حزب‌های کیسگی حکومت می باشند و برای همین فرق اساسی در آن می باشد که در جمهوری تاجیکستان جامعه شهروندی فعال نمی‌شود. جوانان در جمهوری تاجیکستان قریب 60-70% آنها در مهاجرت می باشند که برای گذراندن انتخابات آزاد و شفاف تاثیر گذراندن نمی توانند و برای همین در مد اول جامعه شهروندی در جمهوری تاجیکستان فعال نیست. همین سبب اساسی شده است که حالا در جمهوری بلاروس که مردم برای حمایت نمودن آوازهای داده خود به طرف نامزد خود با کوچه برآمدند و همین هم اساس شده است که در یک چند ساعت در جمهوری قرقیزستان علاقه سیوم می شود که حکومت عوض می شود. تشکر شورا جان. و حالا میخوام که این بحث رو که داشتیم با یک سوال آخر خلاصه کنم. خوب با این وضعیتی که شرح دادید محترم هم که علیم شیرزمانوف و هم
شهرت جان قدرتوف. خب راه حل چیست با توجه به اینکه خیلی که شهرت جان گفتن وضعیت در داخل هم خب به طوری که گفتن یعنی جوابگوی طلبات نیست و از طرف دیگر در خارج هم با این وضعیتی که مخالفان دارن یعنی راه حل چیست چی باید کرد آیا باید منتظر بود یا مثل مردم بلاروس و قرقیزستان به میدان برآمد یعنی به نظر شما همچون کارشناس این مسائل چی باید کرد با کدام راه می شود که از این بحران برآمد اکی من از شما خواهش میکنم شما من مطمئنم که با این رژیمی که ما امروز داریم و با آن اشتیاقی که این رژیم دارد یعنی با طور قانونی رفتنی نیست البته که تاجیکستان را خواه این سال باشد خواه سال دیگر خواه بعد 7 سال خواه بعد 10 سال البته که با گفت اگر ملایم‌تر گویم با خیزش مردمی فقط تغییر وضع می شود و ما باید اون کاری که حضرت شما کرده ایستادید مثلا همین برنامه رو کرده ایستادید دیگر برادران که مردم رو دیگر جوانانی که بلاگرها و دیگر که مردم رو به بیداری دعوت میکنند این همه البته که چیز حاصل خود رو خواهد آورد و البته که مردم تاجیکستان که یکی از اولین ها در سابق اتحاد شوروی بودند که برای آزادی و استقلالیت دولتی خود مبارزه را شروع کردند و متاسفانه همین یکم بودن ما یکی از سبب‌های اساسی شد که یک سازمان ابرقدرتی استخباراتی یا جاسوسی دنیا که تا به این روز هم یکی از پرقدرت‌ترین سازمان جاسوسی دنیا هست اون بر ضد استقلالیت دولتی ما تمام نیرو رو به خرج داد و چون می‌بینیم که بعد 30 سال دیگر ملت‌های از سابق شوروی هم همین پیروهایی که ما به آن قدم گذاشتیم و باعث جنگ و خونریزی تحمیل بالای ما تحمیل شده بود از البته که من هم رنگ رحمونوف میگویم که جنگ تحمیل شده لیکن از طرف دیگر از اون طرفی که اونها میبینن نه اون طرفی که عاقبت پیروز این جنگ شد اون طرف جنگ انداخت عاقبت پیروز و ما رو تا به همین روز در بدر کرده است باز تکرار میکنم که پایتخت ما پایتخت اساساً پایتخت کشور ما رو خیلی پراکنده کرد و این باعث است که امروز در این پایتخت کدام به نظر میرسد که کدام اجنبی این پایتخت رو تصرف کرده است و اون یادگاری های تاریخی ما رو که از بین میبرند و به جای اونها بناهای شیشگین بلند و شیرانه میسازند این خود نشانگری به دست اجنبیان به دست تاراجگران آمدن پایتخت کشور ما است و البته که عاقبت این دولت هم دولت مردمی می شود حکومت مردمی می شود مردم می خیزد و مردم این حکومت رو حکومت واقعی مردمی رو البته که سر کار می آورد و ما و شما در این راستا این روز را می توانیم با همین برنامه هایی که شما تهیه میکنید با همین حرکت هایی که همه برادران ما دیگر ما دارن آیسته آیسته همین روز را نزدیک کردن می توانیم. تشکر. نظر شما جان. من فکر میکنم که برای که در جمهوری تاجیکستان یگان تغییرات در اوید گذراندن انتخابات و انتخابات آزاد و شفاف
меорданд дар мадди аввал бояд иродаи сиёсии худи ҳамин ҳукумат ва мансабдорон бошанд. То вақте ки ин ҳукумат ва мансабдорон худашон дидау дониста ба тақаллубкорӣ роҳ медиҳанд ва кӯшиш мекунанд ки қонун ва қоидаи бозиро риоя накунанд, ҳамин гуна идома додан мешавад, идома додан мегирад ва ҳамин тавр рафтан мегирад. Ин дар мадди ин якум. Дуюм, ман бо Аки Ҳалим розӣ шудан метавонам, розӣ ҳастам ки дар ҳақиқатан бисёр мардуми мо ва ҷавонони мо аз ҳуқуқҳои худ, аз ҳуқуқҳои интихоботии худ то ҳоло хабаре надоранд ва аз сабабе ки дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои ахбори оммаи мустақил нест, телевизионҳо ҳамаш дар дасти ҳукумат мебошад ва ягон мухолиф ё ки ягон озодандеш ба телевизион ва ба воситаи ахбор омма роҳ дода намешаванд. ҳамин гуна читавре ки гуфтан барномаҳои алоҳида ва блогероне ки ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ бояд оиди ҳуқуқ ва озодии шаҳрвандон, ҳуқуқи онҳо дар интихоботро расонанд ба мардум, то мардум аз ҳуқуқи худ огоҳ шаванд ва бедор шаванд. Чунки дар ҳар интихоботе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад, новобаста кадом чӣ интихоботе бошад, интихоботи президент ё ки интихоботи депутатҳо ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ аз тарафи гӯем ки мақомоти ҳукуматӣ дар ҳисоб кардани овоз тақаллубкорӣ роҳ дода мешавад ва мардуми мо вақте расидааст ки бояд аз ҳуқуқ, аз овози додаи худ ҳимоят кунанд. Чунки бе ҳимоя намудани овози худ ҳамин чӣ тавре ки ҳозир рафта истодааст, ҳамин гуна дигар интихоботҳоям гузаронида мешавад. Ва дар мадди аввал бояд боз ки дар мо тағйироти илова шад, иловаи хуб ҷо оварда шад, бояд ташкилотҳои байналмилалӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талаб намоянд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин интихоботҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, талаботҳои байналмилалиро оиди гузарондани интихобот риоя намояд. ҳар интихоботе ки дар мо мегузарад, чӣ тавре ки мо медонем, ташкилотҳои байналмилалӣ онҳоро ғайридемократӣ эълон мекунанд. Не ки ба ин нигоҳ накарда бигӯем ки ҳукумат дар оянда боз ҳамин амалҳои худро идома мекунанд, аммо ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар ин интихоботҳо ҳамчун намоянда иштирок мекунанд ва онро ғайридемократӣ эътироф мекунанд, бо як изҳорот хомӯш мешаванд. Дигар дар оянда аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тағйир намудани қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди интихобот ки то онҳо ба талаботҳои демократӣ ҷавоб гӯянд, дигар талош намекунанд. ва барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар мадди аввал бояд иродаи сиёсии ҳукумат барои гузарондани интихоботи озод ва шаффоф, дуюм ин ки худи бедории ҷомеаи шаҳрвандӣ, мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва назорат ва ҳимоя намудани ки гузарондани интихоботи демократии озоду шаффоф аз тарафи ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад. ташаккур. ман дар ин ҷо вақте ки мо барои ин барнома ҷудо карда будем ба поён расид, ман аз коршиносони муҳтарам ҳам Алим Шерзамонов ва ҳам Шӯраҷон Қудратов ташаккур мекунам ки дар барномаи мо ҳузур пайдо карданд. бо умеди ки ин пешниҳодҳо ва роҳҳалҳое ки шумо гуфтед рӯзе дар Тоҷикистон ба вуқӯъ хоҳад пайваст ва бо ҳамин аз бинандагони азиз ва шумо коршиносони муҳтарам خداحافظی میکنم و همه شما را در پناه خداوند بزرگ میسپاریم.